یادتان از دیشب چی خوردین؟ یادم از شامی چه نان چه خوردیم و قرآن مامیال بیادر دمی حالت ما در کوچه بودم بودم بیخی تر از دمی بود ما در گرد کوچه میگرد شد پت شده بیخی شوارم کاراچیوان از کارش نمیشه تو خانه میخ است که تو میچکه بالایش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، الحمدلله یک بار دیگه الله متعال توفیق داد ما را که نزدیک به 300 خانواده را در مرحله اول در کابل مواد غذایی توزیع کنیم. آرد، روغن، لوبیا، نخود، چای، بوره، همچنین کمپل و بخاری، مواد دیگه که میتونن ان شاء الله جمپر و بود از این موارد در زمستان استفاده برن. ان شاء الله که ما در چند مرحله توزیعات خود داشتیم، نزدیک به 2000 خانواده در کابل توزیع خواهد بود. این نخستین توزیع است. البته ولایت‌های دیگه اکثرا تمام شده است. فامیلای نیازمند ما خواستیم، تاجیر زدیم، ولی برف ما را غافلگیر کرد و در واقع باریدن گرفت. انشالله که ما بتانیم که مشکلات از این فامیلای نیازمند در واقع حل کرده باشیم. استاد اقتصادی وضعیت اقتصادی وضعیت می ډیر خراب ده. څلور بچی می دی کونډه ایم. پلار په کور کې میغوم د سنېستي غریبي ده. اوس موږ بخاري لا نه دی شي. یا خاغم ده. په خیر استفاده کی من نخوري. وی زو ولا کده تو ام شکر مرض مم دی مریضه نیستی بعد ورځ په کرایي کور کې به بخاري دغه بعد حال دی را باندې چې ولا کمی شي می الله جرونه در کی چې د موږ د پاره دونه مینت واغه کوي. مننه بخیر بخیر استفاده وکړئ. تفلکتون است؟ تفلک آوردیم کتی خود. نه شد نبود در خانه کسی بیاد. چی میگن؟ این مواد ان شاء الله یکی چیز مشکلات حل میکنه. الهی شکر هزار بار. مامیال بیاد دمی حالت ما در کوچه بودم. بودم بیخی تر از دمی بود ما در گرد کوچه میگرد. شد پت شده بیخی شوارم کاراچیوان از کارش نمیشه. چیش سرتونه؟ یاد سر ما تلفک مناجر وقت در رای قربان پیش یک دکتر بود موتور تکر کرد 4 موتور یک تکر کرد سر ما 5 دانه کوک خورد دیگه. با چکک من مریض مال در خانه نه بخاری داد نه چوب داد نه زغال داد محولادم هم متصل چی شوار متای چوش تا کمش 3 دانه کم موره کمش شکست. یک بچه مای بی 12 ساله در خانه دارم خود مدنی الاصل 5 تا سیاست دارم در خانه تو ماشت که کرای خانه بلی ماست پیدا نتونم قرضم حساب گیری پیشک مون گیری بار در خدا در کیم سالم 500 روپیه موتا قرض کردم دو دفعه خانه هم سایه رفتم 500 روپیه قرض کردم میخوایم پشتیم کمک هم خداوند نفر که کمک است خداوند 100 قد بخیر بخیر باشید. بخیر. چطور است خاله جان وضعیت اقتصادی تان و رئیس زمستان چیز آمادگی گرفته بودین یا نه؟ نه والا تو خانه میخ است که تو میچکه بالایش دیگه. شما خیر ببینین زنده باشین. نه کس که کمک کرده شما بخیر استفاده کنین. بخیر است مشتکایم خورد است. بخیر استفاده کنین. بخیر. شما خوب هستین مادر جان؟ ده باشه بیادر خیر ببینی با خدا بیوستم دیگه. نه مردم پخته میکردم این میلی خدای پاک دوری مساعد که خدای پاک شمارم زنده داشته باشه. نه یادتان از دیشب چی خوردین؟ یادم از شامی چه نان چه خوردیم و قرآن خدا راستی اگه نان چه دیگه چیز خورده باشم روزم هستم. خیلی دردآور است. بخیر استفاده کنید. بخیر. دوستان عزیز، دستای منم یخ زده. انشالله که برنامه ما ادامه داره، دوباره تکرار میکنم و شما لینک ها مشاهده میکنین. انشالله ما در کمال امانتداری این برنامه را انشالله اجرا میکنیم. و اضافه فراموش نکنین که هموطنان ما پیش از هر زمان دیگه نیاز به این کمک ها و مساعدت ها داره. و السلام علیکم و رحمت الله.